صبح‌ها همیشه شبیه به همدیگن، اما اون روز یه چیزی فرق داشت. یه مه کم رمقی روی قبرستون افتاده بود و بوی خاک نم خورده می اومد و صدای کلاغا انگار سکوت رو تیزتر کرده بودن. میون اون همه سنگ سرد، یه پیرمرد با کت قهوه‌ای و دستای لرزون آروم قدم میزد. هر قدمش انگار یه فصلی از زندگی رو مرور میکرد. دست راستش یه شاخه گل میخک قرمز بود، همون گلی که 50 سال پیش باهاش رفته بود خواستگاری. اون گل رو یه جوری محکم گرفته بود که انگار میخواست باهاش بگه دوستت دارم. اون پیرمرد به قبر مورد نظرش رسید. روی اون سنگ قبر اسم لیلا با خط خوش نوشته شده بود. لیلا فقط یه اسم بود، اما برای اون پیرمرد پشتش یه دنیا زندگی، خنده و گریه و جوونی و پیری خوابیده بود. اون پیرمرد با دقت نشست و خاک رو با گوشه آستینش تمیز کرد و گل رو گذاشت درست وسط سنگ. اون هیچ حرفی نمیزد. سکوتش از هزار تا فریاد بلندتر بود. انگار با همون سکوت داشت حرف میزد، با زنی که حالا فقط یه اسم ازش مونده بود. چند لحظه گذشت که باد ملایمی رد شد و یه برگ خشکیده رو روی قبر انداخت. پیرمرد خم شد و اونو آروم برداشت و کنار زد. نگاهش خیره موند به جای خالی اون برگ. انگار داشت با اون خلأ حرف میزد. روزشو با همین روتین شروع میکرد. هر روز بدون استثنا میومد سر قبر زنش. همون ساعت، همون مسیر و با همون شاخه گل. خیلی توی قبرستون بهش عادت کرده بودن. بعضیا فقط نگاه میکردن و آه میکشیدن. ولی خب هیچ کس نمیدونست پشت اون سکوت چه داستانی خوابیده. سالها از وقتی که لیلا فوت کرده بود میگذشت، اما برای اون پیرمرد انگار دیروز بود. پیرمرد هنوز هر شب توی ذهنش اون روز رو مرور میکرد. همون روز آخر، روزی که لیلا رفت و دیگه برنگشت. نه تصادف بود، نه حادثه. یه بیماری آروم و بی سر و صدا از سر اومد و همه چی رو با خودش برد. اولش از یه سرفه ساده شروع شد و بعدش هم یه تب طولانی و بعدش هم یه صبح زمستونی. دیگه لیلا نفس نکشید. از اون روز پیرمرد دیگه با هیچ کس حرف نزد. نه با بچه‌هاش، نه با همسایه‌ها و نه با دنیایی که توش زندگی میکرد. تنها همدم اون پیرمرد فقط اون قبر بود. میگن عشق وقتی واقعی باشه، حتی مرگم فقط یه وقفه است، نه پایان اون عشق. شاید واسه همین بود که اون پیرمرد هر روز میومد اونجا و به زنش سر میزد، چون هنوز یه چیزی رو نگفته بود. شاید یه جمله، شاید یه حس و شاید هم یه بخشش. اون روز اما یه چیزی فرق داشت. وقتی که داشت از بین سنگا رد میشد، یه نفر از دور نگاش میکرد. یه جوون حدوداً 30 ساله با یه دسته گل سفید. اون جوون اولش فقط پیرمرد رو تماشا میکرد، جوری که انگار داره صداشو توی باد رها میکنه. اون مرد جوون چند دقیقه همینطوری ایستاده بود. نمیدونست چرا نمیتونه از اون صحنه دل بکنه. ولی خب آخرش نزدیک شد. چیزی نگفت، فقط چند متر اون طرفتر نشست کنار یه قبر خالی و همونطوری ساکت موند. هیچ صدایی بینشون رد و بدل نشد، اما انگار هزار تا حرف بینشون بود. صدای خشخش برگا و صدای کلاغا، صدای نفس کشیدن دو نفر که هر کدوم دنبال یه چیز بودن. یکی دنبال گذشته‌اش، یکم دنبال معنا اومده بود. پیرمرد گل دوم رو از جیبش در آورد. یه گل کوچیک‌تر، ولی خب با دقت گذاشتش کنار همون میخک قرمز. بعدش هم یه لبخند کوچیکی زد، از اون لبخندایی که درد داره اما خب مهربونه. مرد جوون نگاهش کرد و برای اولین بار حس کرد داره یه چیزایی میفهمه. یه چیزی درباره عشق، درباره موندن و درباره سکوت. اینجا تازه شروع ماجرا بود. سالها قبل از اون صبح مه‌آلود، یه پسر جوون با موهای سیاه و نگاه آروم توی همون محله زندگی میکرد که صدای نونوایی و بازی بچه‌ها با باد قاطی شده بود. اون موقع هنوز دنیا بوی تازه‌ای داشت. نه سکوتی بود، نه سنگی و نه غربتی. اون پسر اسمش محمود بود. مردی از جنس کار و دل دادن. زندگیشو با دو چیز میچرخوند. اولیش دستای زحمتکشش بود، دومی هم دل عاشقش. روزی که لیلا رو دید، دنیا براش عوض شد. یه دختر ساده با چادر گلدار و نگاهی که وقتی که لبخند میزد آدم حس میکرد خورشید از نو طلوع کرده. نه حرف خاصی بینشون رد و بدل میشد و نه نگاه طولانی. ولی از همون لحظه یه چیزی توی دل محمود کاشته شد. دونه‌ای که بعداً تبدیل شد به تمام زندگیش. ماها بعد با همون خجالت و وقار نسل قدیم رفت در خونه پدرش و گفت من اومدم دخترتون رو خواستگاری کنم. از اون روز عشقشون شکل گرفت.
نه با پیام، نه با عکس، نه با قول و قرارهای مجازی، بلکه با صبر و احترام و نگاه‌هایی که معنا داشتن. زندگیشون ساده بود ولی خب مملو از عشق بود. یه خونه کوچیک با دیواره سفید و بوی نون تازه‌ای که لیلا هر روز صبح می‌پخت. پیرمرد هنوزم اون بو رو یادش بود. گاهی که باد از سمت جنوب میومد، تو دلش حس می‌کرد هنوز بوش توی هواست. اونا با همدیگه پیر شده بودن. سال به سال چروک روی صورتشون بیشتر شده بود. اما خب چشماشون هنوز برق عشق رو داشت. برقی که فقط عشق واقعی میتونه نگهش داره. همه اون سالا هیچ چیز بینشون تقسیم نشده بود، حتی سختی‌ها. یه بار وقتی که محمود کارش رو از دست داده بود، لیلا شب تا صبح براش چای دم کرد و گفت مهم نیست چی از دست رفته، من هنوز کنارتم. و اون جمله توی ذهن محمود شد ستون همه زندگیش. اما خب مرگ همیشه بی دعوت میاد. لیلا یه روز افتاد و دیگه بلند نشد. بیماریش همونقدر آروم بود که حضورش آروم بود. هیچ شکایتی هم نکرد. فقط یه بار نگاهش کرد و لبخند زد. اون لبخند آخرین تصویری بود که محمود از لیلا داشت. بعد از خاک سپاری هیچ کس نفهمید چطور گذشت. همه میگفتن که زمان همه چیز رو درست میکنه. اما اون نمیخواست که درست شه. چون درست شدن یعنی فراموش کردن. و خب محمود فقط بلد بود که خاطره ها رو نگه داره. از اون روز به بعد هر روز میومد سر قبر لیلا. اونم نه برای گریه کردن، بلکه برای حرف زدن باهاش. محمود مینشست و از چیزای کوچیک میگفت. از بوی چای، از هوای ابری و از صدای همسایه‌ها. انگار هنوز با لیلا زندگی میکرد. فقط یه دیوار خاکی بینشون بود. سالها گذشت و موهاش سفید شد و کمرش هم خم شد. ولی خب مسیرش عوض نشد. تا اون روز، همون روزی که اون مرد جوان توی قبرستون کنارش نشست. اسم اون مرد جوان سامان بود. اونم مثل خیلیا با دلی پر از درد اومده بود سر خاک یکی از عزیزاش. سامان برادرش رو چند ماه پیش توی یه تصادف از دست داده بود. اما یه چیزی توی چهره محمود بود که ذهن سامان رو درگیر کرده بود. سامان احساس میکرد که باید اون پیرمرد رو بشناسه. روز بعدم دوباره اومد و دوباره همون صحنه تکرار شد. محمود گول میذاشت و سکوت میکرد و مینشست و بعدش هم میرفت. و سامان فقط نگاه میکرد. چند روز بعد جرأت کرد که نزدیکتر بشه. وقتی که محمود رفت، سامان جلوتر رفت و روی اون سنگ نشست و اسم اون رو خوند و زیرش تاریخ تولد و مرگش رو خوند. بعدش هم نگاه کرد به شاخ گل تازه‌ای که هنوز بوی عطر داشت. توی دل سامان یه حسی به لرزه در اومد. یه ترکیبی از دلتنگی و احترام. اون روز تصمیم گرفت که فردا زودتر بیاد. میخواست ببینه پیرمرد از کجا میاد، چی تو ذهنشه و چی باعث میشه هر روز این مسیر رو تکرار کنه. صبح فردا قبل از طلوع جلوی در قبرستون منتظر بود. هوا سرد بود و مه نشسته بود روی زمین. یه سایه‌ای از دور اومد، همون کت قهوه‌ای و همون قدمای شمرده. محمود رسید با همون شاخه گل توی دستش. یه لحظه نگاهش با نگاه سامان تلاقی پیدا کرد، اما خب هیچ کدوم چیزی نگفتن. فقط یه نگاه ساده اما پر از مفهوم بود. سامان بلافاصله دنبالش رفت تا وقتی که محمود رسید سر قبر لیلا. اونجا نشست و گلا رو گذاشت روی سنگ قبر و مثل همیشه ساکت موند. سامان اون طرفتر وایساده بود. دستاش توی جیبش بود اما خب دلش پر از سوال بود. محمود بلند شد و آروم برگشت و وقتی که از کنار سامان رد شد فقط یه نگاه بهش کرد. نه حرفی و نه اشاره‌ای، فقط یه نگاه که انگار میگفت اگه چیزی میخوای بدونی باید خودت بفهمی. اون شب سامان نتونست بخوابه. دائم تصویر محمود توی ذهنش بود. مردی که توی تنهایی خودش معنای عشق رو زنده نگه داشته بود. صبح که بیدار شد یه تصمیم گرفت. اون میخواست بره با محمود حرف بزنه. اما خب نه برای کنجکاوی، برای فهمیدن. فردا دوباره رفت سمت قبرستون. اما خب اون روز وقتی که رسید محمود اونجا نبود. فقط یه شاخه گل تازه روی سنگ قبر لیلا بود. فردا صبح وقتی که سامان دوباره رفته بود به قبرستون همه جا ساکت بود. محمود هم نیومده بود. اما روی سنگ کنار شاخه گل تازه یه یادداشت کوچیک بود. یه کاغذ تا خورده با خطی لرزون و قدیمی. سامان لحظه‌ای مردد موند. دستشو دراز کرد و برگه رو برداشت. اون برگه رو باز کرد. بوی عطر گل هنوز روی کاغذ مونده بود. خطا ساده بودن اما وزنشون زیاد بود. روی کاغذ فقط چند تا جمله نوشته شده بود. روی اون کاغذ نوشته شده بود اگه یه روزی کسی کنارم نشست و سکوت کرد بدون که من سکوت نکردم،
دارم با دلی حرف میزنم که هنوز زنده است. عشق مرگ نداره، فقط شکلش عوض میشه. سامان نمیتونست نفس بکشه. انگار یکی گلوشو فشار میداد. چند لحظه فقط همونطوری ایستاد. کاغذ توی دستش بود و چشمش به اسم لیلا بود. یه چیزی درونش شکست، اما همزمان یه چیزی هم ساخته شد. سامان اون لحظه بود که فهمید پیرمرد فقط برای یادآوری نمی اومده، بلکه برای آموزش اومده بوده. برای اینکه نشون بده عشق فقط تا آخرین نفس نیست. گاهی بعد از آخرین نفسم تازه شروع میشه. سامان با خودش گفت که شاید پیرمرد هنوز زنده است. شاید فقط امروز دیرتر اومده. چند روز بعدم رفت، ولی خب دیگه ندیدش. هیچکس ازش خبری نداشت. نگهبان قبرستونم گفت که پیرمرد یه روز صبح اومد، نشست، گلشو گذاشت و لبخند زد و همونجا چشمشو بست، بدون هیچ ترسی و بدون هیچ صدایی، در آرامش مطلق. پیکرش رو کنار لیلا دفن کردن. 2 سنگ کنار هم، 2 اسم با یه عمر فاصله عاشقانه. و از اون روز همیشه 2 شاخه گل روی اون 2 قبر بود، یکی قرمز یکی هم سفید. چند ماه بعدم مردم قبرستون متوجه شدن یه مرد جوان هر روز میاد اونجا، گل میاره، خاکو تمیز میکنه و میشینه و سکوت میکنه. همون مردی که یه روز کنار پیرمرد نشسته بود. سامان حالا جای محمود رو گرفته بود، اما خب نه از روی غم، بلکه از روی درک. سامان هر روز میومد و مینشست، نه فقط کنار سنگ، بلکه کنار معنایی که تازه فهمیده بودش. گاهی رهگذرها از دور نگاهش میکردن و میگفتن این پسر جوان چرا همیشه اینجاست؟ اما خب هیچکس نمیدونست اون اینجا دنبال چی اومده. دنبال درسی از زندگی که فقط از دل عشق محمود و لیلا بیرون میومد. با گذشت زمان سامان ازدواج کرد. یه زندگی ساده، بی ادعا، اما خب پر از عشق. هر سال توی سالگرد ازدواجش یه دسته گل میبرد سر همون قبر. یه گل سفید و یه گل قرمز. گل قرمز رو برای عشقی که شروع شد و گل سفید رو برای عشقی که ادامه پیدا کرد. پسرش که بزرگ شد یه بار پرسید بابا این 2 سنگ کنار هم کیان که همیشه بهشون سر میزنی؟ سامان لبخند زد، همون لبخندی که سالها قبل از محمود دیده بود، و گفت 2 نفری که به ما یاد دادن عشق یعنی موندن، نداشتن. و اونجا وسط قبرستونی که پر از مرگ و درد بود، یه تکه کوچیکی از زندگی رشد کرده بود. هیچ کس دیگه محمود رو ندید، اما خب حضورش توی باد، توی برگا و توی شاخه های گل هنوز حس می شد. انگار هر کس از کنار اون 2 قبر رد می شد، یه صدای آروم توی دلش می گفت اگه عاشقی بمون، حتی وقتی که رفت. اما معنای عشق ادامه داره، چون بعضی عشقا نمی میرن، فقط شکلشون عوض میشه.